بسم الله الرحمن الرحیم. از دل کوچه های قدیمی نوقان مشهد مردی برخاست که در سکوت قدم برمی داشت، اما رد پایش مسیر یک ملت را روشن کرد. سید ابراهیم رئیسی، متولد 1339، نوجوانی که لباس طلبگی پوشید و 15 ساله بود که به قم رفت. درسخوان حوزه شد، شاگرد امام خمینی و همدل انقلاب اسلامی. وقتی نهضت به پیروزی رسید، نوبت امتحان او هم فرا رسید. در سال 1359 تنها 20 ساله بود که دادیار دادگاه انقلاب کرج شد. پر از اخلاص و عدالت خواهی در کنار شهید بهشتی درس عدالت می آموخت و از همانجا مسیرش روشن شد. از کرج تا همدان، از لرستان تا کرمانشاه، هر جا که انقلاب نیرو می‌خواست او حاضر بود. دهه 60 سالهای آتش بود و او شد سختگیر بر مفسدان، اما صلابتش از ایمان می آمد، نه قساوت. در سال 73 به معاونت قوه قضاییه منصوب شد. 2 دهه ایستاد، بی هیاهو، بی ادعا. سال 1394 به تولیت آستان قدس رضوی رسید. مردم خراسان لبخند زدند، چرا که می دانستند خادم آمده، نه رئیس. او موقوفات را شفاف کرد، به نیازمندان رسیدگی کرد. در سال 97 که به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، با مفسدان بزرگ در افتاد و با همان چهره بی‌حاشیه عدالت را معنا کرد. در خرداد 1400 با رأی مردم شد 8مین رئیس جمهور ایران، اما هیچ وقت نگفت رئیسم، میگفت خادم ملت هستم. از روزهای اول دولتش راهی سفرهای استانی شد. او حتی به دور افتاده ترین روستاها نیز سر میزد. سفر پشت سفر، کار بیوقفه، با همه حجمه ها و با همه سنگ اندازی ها ادامه داشت. او ایستاد و مجاهدت کرد تا آن روز تلخ. 30 اردیبهشت 1403 در پرواز خدمت در آسمان ورزقان، سید محرومان آسمانی شد، اما نامش در تاریخ ماند، چرا که او قدرت را پلی کرد برای رسیدن به رضای خدا از مسیر خدمت به مردم. در دولت 13 تورمی که در میانه سال 1400 به نزدیک 60% رسیده بود، در پایان 1402 به حدود 35% کاهش یافت. رشد اقتصادی کشور که سالها در جا می‌زد، در سال 1401 به 4.7% و در سال 1402 به حدود 5% رسید. نرخ بیکاری به زیر 9% کاهش یافت، رقمی که در یک دهه گذشته بی سابقه بود. دولت موفق شد بیش از 1,500,000 شغل جدید ایجاد کند و در حوزه دیپلماسی ایران به عضویت بریکس درآمد، به سازمان شانگهای پیوست و پس از 7 سال روابط با عربستان را از سر گرفت. همه اینها بدون اتکا به مذاکره با غرب انجام شد. در حوزه مسکن، ساخت بیش از 2,600,000 مسکن آغاز شد و حدود 500,000 واحد نیز تحویل داده شد. و بالاتر از همه، رئیسی در 31 ماه ریاست جمهوری بیش از 100 سفر استانی رفت و از نزدیک پای حرف مردم نشست. اینها برخی از مهمترین دستاوردهای دولت ناتمام شهید رئیسی بود، اما ویژگی بارز او همین مردمی بودن اوست و از این جهت الگو خواهد شد انشاءالله.